وقت نیها گل می کند. اکرم عثمان. صوتی شده در استودیوی فراسکست. چکش‌های سنگین آهنگران همواره بر سر آهن‌های ناگداخته فرو می آمد و با هر ضربت جرقه‌های برمیخواست و ناپخته پخته می شد. دنگ آهن‌ها و فریاد سندان‌ها از بام تا شام درازا و طول کوچه ها را می شکافت و در نهایت گذرهای پیچاپیچ و کوچه‌بندی‌های تاریک زهره سکوت و خاموشی را می ترکند و سرود آهنگین مردان را می پراگند. با این صداها خون زندگی در رگ‌های کوچه ها جاری می شد و درها و دیوارها گرمای حیات می یافتند. آهنگری کوچه دلاوران بود، کوچه کوره‌های داغ و آتشدان‌های فروزان و کوچه اجاق‌های روشنی که در پرتوشان تن آهنگران و آهنها گرم می‌شد و طینت هر چیز صیقل می‌یافت. بچه‌های آهنگری نیز مانند کوچهشان پر آوازه بودند. از اول شوربازار یا تختپل یا نیمه سراجی و چوک و پایین چوک و بیزاردوزا، از هر کجا که گوش میدادی غوغای کوچه آهنگری در گوش میخلید. کودکان آهنگری در گهواره‌هایشان با این صداها انس گرفته بودند و دنگ دنگ آهنگها مانند سرود خواب آور مادران در گوش‌های کوچکشان طنین میانداخت. صورت‌های سوخته از تف آتشدان، دست‌های سیاه و پربرکت، صداهای رسا و صادقانه، نشانه کهن مردان و جوان مردان آهنگری بود. نشانه دلاورانی که گویی در پیچ و تاب از آهن مذاب و پختگی رسیدند. در میان آهنگران کاکا اکبر دستقوق شمشیر می ساخت. شمشیرهای آب دیده و بران که زیب قامت مردان جنگی بود. همان مردانی که با فرنگی ها کوچه به کوچه می جنگید و از سرها مناره ها می ساخت. او خراباتی و مناجاتی بود. از مولای مسجد تا با پیر خرابات تا متولای زیارتگاه عاشقان و عارفان و خانقاه های کوچه های بابای خود و علی رضا خان همه دوستش داشتند و می دانستند که کاکا سرخروی دنیا و دین است. روزی از روزها گاه فراغت از کار راهی راه خودش بود که دید بازار ناگهان آشفته گشته و بازاریان دست و پاچه غار می پالند. فهمید که گپ از چه قرار است، اما برایش نیاورد و راهش را چپ نکرد. لحظه بعد امیرزاده عیاش و زنبازه که چشمش به بام و بیره و زن و دختر مردم بود، در حلقه یاران و غلام بچه های سبک سرش سر رسیده و به جز کاکا اکبر کسی را در کوچه نیافت. یکی از آن جمله که شال و شمله اکبر حسدش را برانگیخته بود، طنز آلود رو به دیگران پرسید: این مرغک نو کیست؟ دومی جواب داد: مرغ نو؟ مرغ است دیگه، مرغ خسک. و سومی به خنده گفت: راست میگی، جایش در غوری زیر برنج، زیر پلاو. و همه یک صدا خندیدند و او مقابل همه یک تنه تک و تنها ایستاده و بی ترس و لرز پرسید: چی گپ است؟ چرا خنده میکنه نو بچه؟ او نو چندککا، چی گپ است؟ بچه حاکم با پوزخند جواب داد: بوی قرمه است، مثلی که سر کس بوی قرمه میته. و کاکا گفت: ای سر بچه حاکم است یا سر تو؟ و بچه حاکم بیدرنگ به سویش حمله برد، ولی او در یک چشم زدن امیرزاده را چون پر کاه دور سرش چرخاند و دوباره به آن که به خاکش بسوید بر سر دوبا پایینش آورد. همراهان نامرد بچه حاکم میخواستند با شمشیرهای آخته و بران به جانش بیافتند و سر از تنش جدا کنند، ولی امیرزاده صدا زد: صبر کنید، سرش به تنش میارزه. بچه حاکم که مرد زیرک و عاقبت اندیش بود، به آن که برویش بیاورد، همین که پایش به زمین رسید، روی کاکا اکبر را بوسید و گفت: الحق که یک مرد جنگی بی از 100,000 است. و همین حادثه باعث شد که بچه حاکم پشت کاکا اکبر را یلن نکند و به صدها حیله و نیرنگ دلش را به دست بیاورد. از آن پس هر دو چون دو برادر شدند و اکبر در حوادث بسیاری جانش را به خطر انداخت تا جان آن جوان شرور و ماجراجو را نجات بخشد و حق دوستی را ادا کند. بچه حاکم کاکا اکبر را بچه باز می‌خواند و کاکا اکبر او را بچه حاکم یا به کنایه بچه نمی گفت.
پسانترها از قضا بچه حاکم که تشنه قدرت و خون بود با کاکا و کاکازاده هایش جنگ کرد و آواره دشت و بیابان شد و رشته دوستی آنها بر مدت بریده شد تا اینکه ستاره بخت بچه حاکم بار دیگر درخشید و دولت باد آورده و خداداد نصیب او شد. اما اکبر همان‌سان در مقام خودش ماند در دکان کناره کوههای تفتان و آتشبار. او دیگرها در حالی که پیزارهای پتش بر روی کوچه خط می انداخت و شف دراز دستار پاچه‌اش تا بجلک ها زبانک می زد، شاد و شنگل تخت پل می رفت و در دکان همدمش کاکا دنیوی سماورچی روی تخت چرب و چوبی به صدر می نشست و با مرغ بازا، بودن بازا، قمار بازا و کبوتر بازا در باره مرغ و ماهی و آسمان و ریسمان گپ می زد و دم بدم چای فامل شپ می کرد. گاهی که سر حال می بود آهسته پیاله را به چاینک می زد و با ترنگ مطبوعی از چینی جانان به دیگران گوشزد می کرد که پاک گوش باشند. آن وقت کاکاهای دیگر چون موش مرده دم نمی زدند. چه می دانستند اکبر دشمن حاضر به حضور است و صد ضرب زرگری را ضربتی از او چاره‌گر می باشد. آن وقت در سکوت محض چنان سخن می داد که گفتی یگانه صندوقدار صندوقچه پر از اسرار شهر فرنگ است. شب فارغ از غوغای کاکاهای کابل و فارغ از دنگ آهنها و سوز و ساز خانقاها، بچه حاکم که دیگر حاکم وقت شهر کابل شده بود و جانشین پدر ندیم خاصش را بر حضور می طلبد و سنجیده و شمرده می گوید. در تخت پل دکان سماوری است که جای بگو مگو نشست و برخاست کاکای کابل است. اونجا دیگر به آخر خط رسیده. یک کاکای است که از دیگرها کدن آخرتر می، نامش اکبر است. اکبر دستخوغ. او سالا پیش رفیقم بود. رفیق دوران بچگی. چشمش از شیرم حیا نمیکرد. بسیار بدزبان است. بعد از هر گپ گرمرده بچه حاکمه برباد میده. گرمرده مره. یادتش است. ورد زبانش است. برو اونجا معطلش باش. علامتش است وقتی که در دکان پایش رسید تمام کاکای دیگه پرموچ میشن و او پیش از سلام اخوتاف مندازه. گرمرده مره بابات میده. گرمرده مره که حاکم شماست. حاکم 7 کوه و 7 دریا. شاغاسی حیرت میکند و دهانش باز میماند. امیر میگوید حیران نباش. دنیا یکیست. او از مرگ نمیترسه. زورش بالاتر از ماست. شاغاسی با تواضع و تمکین بسیار اول امان میخواد و بعد اجازه میپرسد. امیر میگوید بگو چی میگی؟ شاغاسی زمین ادب میبوسد و میپرسد. بشک فرمان امیر است که برام و سرشستنش جدا کنم. او میگوید احمقی بده نکنی. کشتنش آسان نیست. او را مردم دوست دارن. اگه موی سرش کم شوه شورش میشه. بلوا میشه. برو در پلیش بیشی. مثل آدم برش بگو که رفیقت بچه حاکم بعد از سلام گفت که یک دفعه بیا کارت دارم. شاغاسی اطاعت میکند و فردا عصر در دکان دینوی سماورچی کنار کاکا اکبر که یک سر و گردن از دیگران بلندتر بود جای میگیرد و پیغام حاکم را با آهستگی میرساند. اکبر مثل کپک جنگی که انگار حریفش را بگیل کرده باشد قهقه میخندد و میگوید عجیب است. خب بچه حاکم بچه ننه مرا خواسته؟ گار مردهش. او کجا؟ مادر کجا؟ چی میگه؟ بگو بابا چی میگه؟ شاغاسی با ملایمت جواب میداد. خدا بهتر میفهمه. حتما کارتان داره. کار مشکل و خصوصی است. کاکا اکبر سرش را میشوراند و میگوید توف لعنت خدا. این عادتش است. از قدیم نامرد بود. به مدعا و مقصد سلام نمیداد. خب آشه. بگو کاکمه تا باز از تلک خلاصت کنه. کاکم مست و علس عوض دکان باغ بالا می رود و از پشت دیوار قصر به خوف و بیم صدا می زند. بچه حاکم پلو خور ما آمدیم چی میگی؟ دربانان که قبلا از جریان آگاه شده بودند بیدرنگ راهش را به دربار حاکم می گشایند و کاکا لم و کشکش با همان پیزار دستار داخل تالار آینه بندان حاکم می شود و از دهن در قهقه صدا می زند. خب بچه حاکم باز چی شد که تو محتاج ما شدی؟ این آمدیم بگو. حاکم از همان دور می دود و با کاکا اکبر بغل کشی و روبوسی می کند. هر دو مثل قدیم ها کنار هم می نشینند و درد دل می کنند. شاغاسی چشم چپش را به درز پرده می دوزد و از تمکین امیر و غرور کاکاها هاج و واج می نماید. بعد آن دو با هم بس می کنند و شاغاسی چیزی نمی شنود. هنگام ودا هم حاکم و هم کاکا چورتی به نظر می رسند و حاکم خطاب به شاغاسی می گوید. کاکا را کمند ببر.
اسبش خودش خوش میکنه. خورجینش پر از زر کو، پر از طلای خالص کو که بخارا میره، آره دریا میره. کاکا از حاکم جدا می شود و راه خانه اش را پیش می گیرد. راه آهنگری را در طول راه هموار چرت می زند. انگار دستار بر سرش سنگینی کند. گردنش به پیش خم می گیرد و به چیز مبهم می اندیشد. از گردنه باغ بالا تا باغ شهر آرا و جهان آرا و بوستان سرای هیچ چیز نظرش را جلب نمی کند. ولی همین که کنار دریا می رسد، صدای موجها در گوشش می خلند و چرتهایش را پاره می کنند. از دکه دریا آبهای مست و گل آلود را که در آغوش بستر ناملایم تنگی می کردند و فراخنای بزرگتر می جستند می نگرد. غوغای آبهای از زیر پل گذرگاه، آن قدیمترین پل جویی، از زیر پل مستان آن میادگاه مردان و از زیر پل خشتی، آن کهن یادگار معماران پاکدل که در مقدم بینایان و نابینایان بل می‌زدند و راه را با هم گره می‌بستند و گوشش می‌رسد و از زنگار دلش را می‌شوید. کاکا ساعت بر دکه دریا می‌نشیند و آبها را با شگفتی و دقت می‌نگرد. آبها را که چون خودش بی‌پروا بودند و مانند اشتران مست و افسار گسیخته، کفهای سفیدی بر لب‌هایشان پدیدار می‌گشت. اکبر از دیرگاه عاشق موجها بود. از سالهایی که صدای شاد و ناشاد دریا با دمگرم استاد خدا بیامرزش خطیب مسجد پرخشتی می‌پیچید و طعم غزل‌های شیرین حافظ و سعدی را شیرین تر می‌کرد. همیشه در روزهای تابستان که دریای کابل می‌خشکید، او در کنار سماور دینو می‌نشست و با قرقر آبهای جوش گوش می‌داد و به یاد بهار و آبهای دیوانه می‌افتاد. برای کاکا دنیا در دریا بود. در خیزابه‌های غوغاگرش، در گرداب‌های سهمگینش، در ترانه‌ها و قصه‌های شورانگیز و در سیلاب‌های سیاه و خانه براندازش. از کودکی از دوران ریگ بازی و خاک بازی دریا همیشه مانند رفیق او را به خود می‌خواند و از دور صدایش را به گوش می‌رساند. او آخر بهار همین که دریا از جوش می‌افتد، او همواره ازارش را برمی‌زند و سینه پهن و صافش را در اختیار جریان ملایم آب می‌گذاشت و از زیر پل خشتی تا پل محمود خان سبک و بیخیال چنان با موجها می‌آمیخت که انگار جزء دریا باشد. اکنون هم مثل این که بیخ گوش رفیقش نشسته باشد و به قصه های دریا گوش می‌دهد و قصه های موج‌هایی که سفر طولانی در پیش دارند. به تابستان می‌اندیشد و بستر خشک آبها و بعد از آن به خودش که سفر دراز در پیش دارد از جا برمیخیزد و به سوی خانه روان می شود. همین که به خانه می رسد دم می گیرد و خطاب به زنش می گوید. ننه لطیف. زن جواب می دهد. چه میگی؟ کاکا می گوید. ما رفتنی شدیم. زن می پرسد. کجا؟ کاکا جواب می دهد. پار دریا. زنش می پرسد. پار دریا؟ کاکا جواب می دهد. هان، پار دریا. زنش می پرسد. او کجاست؟ کاکا جواب می دهد. پشت کوها. زنش می پرسد. پشت کوها؟ کاکا جواب می دهد. ها، پشت کوها. زن با خود می گوید. خاک به سرم شد. کاکا چرا چیزی نمیگه؟ بیشتر گاهی که زنش چنین می گفت برمی آشفت، از خشم می فرید و از زنش را قهرن چوب می کرد. ولی این بار چیزی نگفت. لطیف کودک 3-4 ساله‌اش می پرسد. بابا، پشت کدام کو میری؟ پدرش اشاره به کوه بلند و دور جواب می دهد. همو کو. لطیف می پرسد. همو کویی که پشت هفته و ماتو میره؟ پدرش جواب می دهد. ها، همو کو. چشمای زنش به سوی آن کوه راه می کشد.